دادستانی ولایت سخالین خبر داد که یک شهروند تاجیکستان را در منطقه شرق دور روسیه با جرم دعوت به فعالیت‌های تروریستی محکوم به زندان کردند. اسم این مهاجر تاجیک نشر نشده است، ولی در اطلاعیه دادستانی گفته می شود که دادگاه یکم حربی حوزه شرقی با پشتیبانی از موقع عیبدار کننده دولتی این شهروند تاجیکستان را بر اساس قسم دوم ماده 205 کودکس جنایتی روسیه به دعوت به فعالیت تروریستی و در مسار عام سفید کردن تروریسم با استفاده از اینترنت گناهکار شناخته و به 3 سال و 4 ماه زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دادگاه معین کرد که محکوم شده سال 2019 هنگام در قلمرو ولایت سخالین قرار داشتنش به واسطه اینترنت در صفحه خودش همچنین در گروه‌های در شبکه اجتماعی فکنتاکت تأسیس داده‌اش مواد ویدیویی، صدایی و عکس‌هایی را که دعوت‌های عمومی به انجام دادن فعالیت‌های تروریستی و هدف سفید کردن تروریسم را داشته‌اند نشر کرده است. گفته می‌شود در اطلاعیه رسمی دادستانی سخالین گفت این مواد از روز نشرش تا زمان آشکار شدنش از جانب مقامات حفظ حقوق در اینترنت در دسترسی عموم قرار داشتند. حکم مهاجر تاجیک هنوز به اجرا ندرآمده است و او میتواند به دادگاه بالاتر از آن شکایت برد. نظر خود محکوم شده به این اتهامات اعلان شده دسترس نیست.